اخیراً رئیسان جمهوری‌های افغانستان و ایران اشرف غنی احمدزی و حسن روحانی قول دادند که همکاری‌های امنیتی را تقویت می‌بخشند و از جمله بر ضد گروه‌های تندروی مثل دولت اسلامی عملیات مشترک نظامی انجام می‌دهند. این اظهارات در تهران یک روز بعد بمبگذاری انتحاری در شهر جلال آباد صدا داد که 33 نفر را کشته و تقریباً 100 نفر را مجروح بر جای گذاشت. اشرف غنی در این حمله تندروهای دولت اسلامی را متهم کرد. برای تفصیلات در این موضوع صحبت داشتیم با همکارم در بخش افغانی رادیوی آزادی قادری حبیب. آقای حبیب، هفته گذشته ترکیش خونین در جلال آباد جان 33 نفر را گرفت، 10 نفری دیگر مجروح شدند. مسئولیت این حمله را دفعتاً گروه دولت اسلامی به دوش گرفته است. تا این زمان درباره موجودیت این گروه در قلمرو افغانستان بیشتر حرفی زیاد بود، خبر و شایعه زیاد وجود داشت، ولی حالا می شود گفت که دیگر این حادثه واقعیت است و بودن این گروه در قلمرو افغانستان یک واقعیت دهشتناک است. عملیات یا حمله انتحاری در شهر جلال آباد اولین حمله بزرگ است که گروه داعش مسئولیت ای را گرفت و رئیس جمهور افغانستان این گروه را مسئول این حمله دانست و آن را محکوم کرد. در تازه ترین خبر و گزارشی که ما از افغانستان در ارتباط به این حمله داریم این است که استخبارات افغانستان در یک بیانیه گفته که 6 نفر را به اتهام دست داشتن در حمله انتحاری و سازماندهی این حمله انتحاری در شهر جلال آباد بازداشت کرده که در این جمع یکی از این طراحان تبع پاکستان معرفی شده. اما در این اعلامیه و یا بیانیه استخبارات افغانستان چیزی گفته نشده که این افراد مربوط کدام گروه هستند مشخصاً. بر پایه خبرهای رسیده در بین گروه دولت اسلامی و طالبان یک رقابت شدید شروع شده است که حتی شارحان میگویند طالبان با دولت اسلامی و همین گونه دولت اسلامی بر ضد طالبان گویا جهاد اعلان کردند. همین حرفا تا کجا درست است؟ بله، گفته شما درست است. مقامات امنیتی افغان در جنوب افغانستان در ولایت هلمند از اسناد پرده برداشتند که نشان می‌دهد رهبری طالبان به افرادشان در این ولایت دستور دادند تا در برابر افراد مربوط به گروه داعش مبارزه مسلحانه کنند و همچنان گروه داعش به گفته مقامات امنیتی به افراد خود مکتوب‌های را فرستادند تا در برابر طالبان بجنگند. آیا همین فشار میتواند طالبان را به حکومت افغانستان نزدیکتر کند و آنها این همه را بر ضد یک دشمنی اکنون عمومی و دشمنی نو استفاده کنند؟ در حالی که این دو گروه با هم بجنگن و این درگیری ها و این گزارش هایی که در مورد وجود داره شدت پیدا کنه بین این دو گروه، میتونه که بالای طالبا یک عنصر فشار باشه تا در پروسه صلح که حکومت افغانستان همواره از طالبا دعوت کرده تا به میز مذاکره بشینه، این گروه را به شکل از اشکال وابه داره که به میز مذاکره بشینه و سر از این موضوع بیشتر و جدیتر فکر کنه. تشکر. با سوالهای رادیوی آزادی قادری حبیب سردبیر برنامه‌های رادیوی افغانستان آزاد پاسخ داد.